او بچه داود یک بجای چاش داده ما شما داریم در دشت خدا نانم نخوردیم چیکار کنیم؟ عباس جان تشویش نکو من غمشم میخورم میریم پایان چوکشم از چوکشم بالا کوچی نو یک بازارخانه بسیار زور دارم بسیار برگر عالی میتن برگر خوشمزه شکم ما تایید میکنیم بادم شهریار است نه؟ بادم شهریار که است نون میخوریم باز میم دشت میم دوستان عزیز ما نان خوردیم نوشجان کنیم پس میریم طرف دشت شما هم مثل ما اگر آمادگی نگیریم طرف دشت آمدین میکنم برنامه باز آدرس برتون میدون باز برین از اینجا برگر میگیریم باز برین از چوکش هم گذشته کوچی نو برگرخانه شهریار بلخ اگر از اینجا برگر میگیریم باز طرف دشت میریم بسیار برگر فوق‌العاده عالی بود چطور بچه؟